خطای اوورهیت دردیه که همه نیسان سوارا باهاش درگیرن. نیسان تیانا، مورانو، قشقای، حتی میتسوبیشی سوارا، میتسوبیشی ASX. چه ایرادی؟ این ایراد که زمانی که شما مدت طولانی با ماشین رانندگی میکنی، وارد یک گردنه میشی، ماشین خطای اوورهیت میده، دمای گیربکس به شدت بالا میره و ماشین دیگه گاز نمیخوره. شما باید بزنی کنار، مثل نیسان آبی کاپوتو بدی بالا، 1 رو 20 دقیقه وایسی ماشین خنک بشه تا ماشین دوباره گاز بخوره و ECU اجازه حرکت به ماشین بده. خب برای رفع این ایراد یه الگوریتم وجود داره. طبق الگوریتم اول شما باید بیای یه خنک کنه دوبل برای این ماشین تعبیه بکنی که روغن گیربکس اتوماتیک علاوه بر اینکه توی رادیاتور اصلی خنک میشه، وارد رادیاتور دوبل بشه و بیشتر خنک بشه. بعد از اون حتما باید توجه خاصی به مقدار پیمایش با روغن گیربکس اتوماتیک داشته باشی. اگر 30 تا 40 هزار تا با روغن قبلی پیمایش کردی، حتما روغن گیربکس اتوماتیک رو اونم از برندهای معتبر تعویض بکنی. و اگر این کارا رو کردی و مشکل گیربکس اتوماتیک حل نشد، دیگه حتما باید گیربکس اتوماتیک پایین بیاد و دمونتاژ بشه و رفع عیب بشه.